اولی مرحله کفی را به جایی که میخوایم نصب کنیم میذاریم. دومی مرحله قرار دادن حلزونی ایرومکس سر جای مناسب خودش هست. سومین مرحله جا زدن ستون ها. و اما جا زدن سقف ایرومکس. مرحله بعدی هم بستن پیچ ها. و اما آخرین مرحله جا زدن در پای کولر ایرومکس. اینم پایان مرحله مونتاژ کولر ایرومکس و آماده برای استفاده.